اگه بدونین که یکی از پیشرفته ترین بمب‌های هدایت شونده آمریکا، بمبی که سالها از آن به عنوان سلاح نفوذگر آینده یاد میشد، حالا در دست کشوری قرار گرفته که واشنگتن آن را غیر قابل پیش بینی مینامد، آیا روند اتفاقات را جور دیگری نگاه نمی کنید؟ سوال اصلی این نیست که آمریکا چرا GBU-39 رو توی لبنان شلیک کرد. سوال اینه که اگه ایران به لاشه سالم این بمب دست پیدا کرده باشد، چه چیزی تغییر میکنه؟ چه چیزی آمریکا رو نگران کرد و چه احتمالی باعث میشه تحلیلگران پنتاگون شبها راحت نخوابن؟ ممنون میشم نظر خودتون رو کامنت کنین واسم. داستان این تحلیل از جایی شروع شد که در سال 2025 در جریان یک حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان، لاشه یک بمب هوشمند دقیقاً همان چیزی بود که رسانه‌ها انتظارش را نداشتند. یکی از پیشرفته ترین مهمات هدایت شونده آمریکا، GBU-39، بلافاصله پس از حمله تصاویر فراوانی از محل برخورد منتشر شد. بخش‌هایی از بدنه باقی مانده بود. سریع بمب قابل تشخیص بود و دقیقاً همان ترکیب آیرودینامیک کلاسیک در تصاویر دیده می‌شد. سوالی که همه رو شوکه کرد این بود چطور یکی از مهره‌های تکنولوژیک آمریکا در یکی از حساس‌ترین نقاط خاورمیانه تبدیل به غنیمت شده. اسرائیل مدعی بود بمب کاملا منهدم شده، اما گزارش‌های میدانی چیز دیگری می‌گفتند. چند قطعه کلیدی کاملا قابل شناسایی بود و این همان لحظه‌ای بود که تحلیلگران نظامی آمریکایی در گزارش‌های اولیه یک جمله مشترک نوشتند: اگه این قطعات به طور کامل بازیابی شود، احتمال انتقال به ایران وجود دارد و این موضوع یک تهدید جدی برای امنیت فناوری مهمات هدایت شونده آمریکایی به حساب میاد. داستان این سلاح از جایی شروع شد که پنتاگون فهمید در جنگ‌های شهری و عملیات‌های نقطه‌ای قدرت انفجار زیاد به تنهایی کافی نیستش. دقت، میزان تخریب کنترل شده و نفوذ اهمیت بیشتری پیدا میکنه. دقیقاً همین بمب برای همین کار ساخته شده. این بمب با وزن حدود 130 کیلوگرم طراحی شده تا از فاصله های دور رها بشه و مثل یک گلایدر کوچک با بالچه های جمع شوندهش تا 110 کیلومتر در هوا معلق بمونه و به هدف برخورد کنه، آن هم با دقتی کمتر از 1 متر. همین ویژگی‌ها باعث شده ارتش آمریکا و اسرائیل از آن در محیط‌های شهری و اهداف سخت نفوذ استفاده کنند. اما نکته جذاب اصلی ساختاری این بمب پیچیدگی اونه. از بدنه فوق سبک کامپوزیتی ساخته شده تا هم وزنش کم بمونه و هم در برابر سرعت‌های بالا و زاویه‌های تند مقاومت کنه. در قلب این بمب یک فیوز نفوذی ویژه قرار داره، طوری طراحی شده که قبل از انفجار چندین لایه بتون یا فولاد رو بشکافت. این بمب کوچک در واقع یک شلیک خاموش به حساب میاد، کم سر و صدا، کم حجم، اما کشنده و دقیق. نکته مهمی که باعث حساسیت جهانی این بمب شده اینه که فناوری درون GBU-39 ترکیبی از مواد پیشرفته، آیرودینامیک پیچیده و سامانه هدایت چند مرحله‌ای هستش. به همین دلیل اگر قطعات سالم یا نیمه سالم آن در میدان نبرد باقی بماند، هر کشوری که آن را در اختیار بگیرد میتواند از آن برای تحلیل، بازسازی و حتی ساخت مهمات سبک نقطه زن استفاده کند. در جهان مدرن سلاح‌های کوچک اما دقیق بیشتر از موشک‌های بزرگ اهمیت دارند و GBU-39 یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های همین نسل جدید بمب‌ها به حساب میاد. نسلی که آینده جنگ رو از نظر قدرت انفجار به قدرت دقت منتقل کرده. اگر بمب GBU-39 به دست ایران برسه، اولین اتفاقی که میفته ورود آن به چرخه ارزیابی مهندسی صنایع دفاعی هستش. فرایندی که ایران در آن سابقه طولانی مدت داره.
این چرخه شامل 3 بخش اصلی میشه: باز کردن لایه به لایه و استخراج مواد. ایران در پروژه‌های قبلی مثل موشک‌های آمریکایی RQ-170 و حتی مهمات ساخت رژیم صهیونیستی نشان داده که توانایی درک ساختار مواد، کامپوزیت‌ها و فیوزهای پیچیده رو داره. در GBU-39 نیز 3 حوزه برای ایران مهم هستش: جنس بدنه و روش ساخت کامپوزیت سبک، فیوز نفوذی چند مرحله‌ای، طراحی بالچه هایی که بمب رو تا 100 کیلومتر به جلو میبره. شناخت این 3 بخش اولین قدم برای بازسازی و سپس توسعه نسخه مشابه یا حتی متفاوت ترین نسخه ایرانی هستش. برای هدایت GBU-39 از ترکیب چند سامانه استفاده میشه: کنترل سطح پرواز، رایانه کالیبراسیون، INS و GPS نظامی. ایران قبلا در موشک‌های نقطه زن، پهپادهای سنگین و بمب‌های گلاید مثل یاسین نشان داده که هم در سنسورهای داخلی توان داره و هم در آویونیک سبک. در واقع ایران در دقت‌سازی موشکی و پهپادی سالهاست به سطحی رسیده که بخش مهمی از فناوری GBU-39 رو میتونه بازسازی کنه. اما داشتن یک نمونه سالم سرعت روند رو چندین برابر میکنه. ایران معمولا فقط مهندسی معکوس انجام نمیده، بلکه نسخه های بومی، تغییر شکل یافته و کاربردی تر خودش رو میتونه بسازه. همونطور که RQ-170 رو به سیمرغ تبدیل کرد و بمب‌های هدایت پذیر اسرائیلی رو به قاصد و یاسین. در بمب GBU-39 نیز هدف ایران احتمالاً ساخت نسخه‌ای با برد بیشتر و فیوز قوی‌تر خواهد بود. اگه ساختار GBU-39 باز بشه، ایران میتونه نسل جدیدی از این بمب رو تولید بکنه. نسخه‌ای سبک، دقیق، کم قیمت و قابل حمل توسط پهپادهای بزرگ مثل کمان 22، شاهد 181، ابابیل 5. این یعنی یک تغییر اساسی در قدرت هوایی ایران بدون نیاز به جنگنده‌های پیشرفته. چرا این راهبرد در آمریکا و اسرائیل ایجاد نگرانی کرد؟ چون GBU-39 یک فناوری انحصاری هستش و لو رفتن طراحی داخلیش یعنی حذف برتری سلاح‌های نقطه زن اسرائیلی. توانایی ایران برای ساخت نسخه مشابه بلکه پیشرفته تر و همینطور امکان انتقال دانش به متحدان منطقه‌ای. چیزی که واشنگتن رو نگران کرده فقط ساخت سلاح نیست، بلکه تبدیل شدن ایران به مرکز تولید مهمات گلاید برای کل محور مقاومت هستش. اگه ایران نسخه بومی سازی شده تولید بکنه، پهپادها می توانند از فاصله 90 تا 150 کیلومتری هدف رو بزنند. نیازی به نزدیک شدن به پدافند دشمن نیستش. جنگنده های آینده ایرانی ترکیبی از پهپادها و مهمات‌های گلایده. این همان چیزی است که آمریکا سالها از آن استفاده کرد. GBU-39 یک بمب ساده نیست. قلب اون یک پردازنده سبک اما دقیق هستش. شناخت ساختار این پردازنده برای ایران یعنی بهبود سامانه‌های INS داخلی، افزایش دقت بمب‌های فعلی و ساخت نسل جدید پردازنده‌های سبک برای پهپادها. این بخش از همه مهمتر هستش چون به صنایع دیگر هم منتقل می شود. اگه ایران به مراحل پیشرفته مهندسی معکوس برسه، پیامدهای خیلی بزرگی در راه وجود داره. اسرائیل دیگه نمیتونه از برتری مهمات هوشمند استفاده تبلیغاتی بکنه. آمریکا باید مدل‌های جدیدتری رو جایگزین این بمب انجام بده. ایران در تمام منطقه صاحب دانش ساخت مهمات نفوذگر میشه. این یعنی بازدارندگی سطح جدید بدون نیاز به جنگنده نسل 5. اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودید، یعنی این موضوع برای شما هم مثل من جدی و سرنوشت ساز بوده. حالا نوبت شماست که بگید
به نظر شما اگر ایران به فناوری داخلی مشابه بمب GBU-39 برسه چه تغییری در توازن قدرت منطقه رخ میده؟ نظرتون رو همین پایین کامنت کنید. خوشحال میشم لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای بعدی که قطعاً حساس‌تر و عمیق‌تر خواهند بود رو از دست ندید.